حکومت مردمی هست که دنبال حق باشه و دنبال رضایت مردمش باشه و ببینید که مردم چه میخواهند. مردم حق به جانبن، به حق. این گفتگو درسته که انسان حق قبول بکنه، اگر نه پاره به یک کفش بکنه و بگه خروس یک پا داره و بگه که نمیشه، بالاخره به هیچ کسی به گفتگو ننشینه. حکومت مردمی این نیست، این حکومت که حرف مردم نشنود. حکومت مردمی اونه که حرف مردم بشنود. من یک خاطره دیگری که یک زمان یک نامه من نوشتم و نامه انتقاد کردم و بالاخره بالا به یکی از مقامات بالا برخورده بود این حرف من، گفته بود که شما بری با فلانی صحبت کنید. پیش من آمدن که وزیر از این حرف شما خیلی ناراض است و گفته که شما اینطور گفتید. من گفتم که درست، من این حرف زدم ولی من نمیگم خروس یک پا داره. گفته شما وزیر بگید که من شما برای من ثابت کنید که این حرف من اشتباهه. بر سر همون منبری که من این حرف زدم میروم مجدد میگویم که مردم این حرف زدم، این حرف اشتباه بوده، حرف یک اینه، شما همینه برای من ثابت بکنید. و من نمیگم که هیچ وقت به حرف خودم اصرار ندارم. هر کسی بگه که های حرف شما این اشتباه را داشته، جمعه بعد من او حرفم را اصلاح میکنم، حق باشه و قانع باشه و درست باشه. او به او وزیر رسوندم که فلانی میگه که شما برای من ثابت کنید که حرف من اشتباه هست، من حرفم را مجدد عوض میکنم. و فلانی میگه که من نمیگم که خروس یک پا داره. با وزیر قانع شده بود، همین برای من ثابت نکردم، بعد موضوع ویل کردم موضوع را، ولی بالاخره قانع شدند که اما هیچ انسان که اینجا حق محور باشه که دیگه هیچ اشتباهی داشته نباشه وجود نداره. هر انسان جایز الخطایه و ما هم اگر کم خطا میکنه دیگران کم خطا میکنن. اینجا انسانی که معصوم باشه از خطا وجود نداره و مادر چنان انسانایی را نزایده. اهل سنت همه مسلمان اتفاقا که حضرت معصومه، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابه معصوم نبودن، صحابه هم جایز الخطا، ولی عزیزان شیعه ما معتقدن که ائمه معصومان. ائمه هم تعداد روان هم میدانند، همه را معصوم نمیدانند. لذا انسان همه خطا میکنه ولی لحاظا را برون رفت آنه که گفتگو و نشست و تابع حق، تابع عدل، تابع انصاف، این راه صحیح و راه درستی است.